کشتی و هواپیماهای جنگی امریکا در راه به سوی خاور میانه برای پیشگیری از جنگی وسیع یا به عباره دیگر محافظت اسرائیل. وزارت دفاع مهمات زیادی را به منطقه می‌فرستد تا برای محافظت اسرائیل از حمله احتمالی دیگر آمادگی بگیرد. عین حال ما سخت کوشش می‌کنیم که از راه‌های دیپلماتی شدت افزار را فرو نشانیم، زیرا به باور ما حال جنگ منطقوی به نفع کسی نیست. این قدرت‌نمایی بعد از قتل اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس در تهران در روز 31 ایول و اوج گرفتن تنش‌ها در منطقه است. پیش از این در ضربه موشک به یک میدان فوتبال در بلندی‌های جولان اسرائیل 12 نورس کشته شدند. اسرائیل سازمان حزب الله را گناهکار کرد و به چند موضع آن در لبنان ضربه زد. یک فرماندهش را کشت. حماس و حزب الله را ایران دستگیری می‌کند. امریکا هر دو را سازمان تروریستی می‌داند. تجاوز مداوم حزب الله و حمله‌های ظالمانه آن مردم لبنان و تمام خاور میانه را به مناقشه وسیع‌تر می‌کشد. اگرچه ما عزم داریم دشمنی‌ها را به جنگ وسیع حل کنیم، اما وزارت دفاع برای هر گونه سناریوی کاملا آماده است. در بیروت حسن نصرالله در یک بیانیه در تلویزیون المنار تحت نظارت حزب الله ادعای اسرائیل را درباره حمله به میدان فوتبال رد کرد. نحن نفینا بشکل قاطع. ما اصلا در این حادثه دست نداریم. ما اگر جایی را اشتباهاً بمباران کرده باشیم، جسارت بر دوش گرفتن مسئولیتش را هم داریم. در میان این اتهام زنی مردم در منطقه جبر مناقشه را میکشند. سیستم دفاع موشکی اسرائیل را آخری هفته به کار انداختند تا موشک‌های آمده را از مرز لبنان نابود کند. در آن طرف امریکا با فرستادن نیروهای علاوگی به خاورمیانه از شهروندانش خواست که به لبنان نروند و اگر آنجا باشند کشور را ترک کنند.